السلام علیکم بینندگان عزیز، برادران و خواهران. آگاه شدیم که در ولایت کوهستان بدخشان واقعه غمگین روی داده است. برای برادران بدخشانی گفتنی هم که برادران به هر فریفته، به هر گونه فریفته ها گوش ندهید، چون که هر ساعت این دشمنای دولت، خائنای ملت کوشش میکنند که وضع آرام جمهوری تاجیکستان را ناآرام کنند. یکی از شبکه‌های اجتماعی در وارد شدم، دیدم که محمد اقبال صدرالدین در شبکه یوتیوبیش مردم را با انقلاب دعوت کرده است. این دشمن ملت است، این خائن است. این شخص هم ملت پرست است، هم از قرآن و حدیث سخن میکند، نه که در حالی که نماز از شما میخواند. فقط برای ناآرامی جامعه کوشش برای ناآرامی جامعه است. برای از شما خواهش کرده می شود که صبر کنین. کسانی که گناهکار است در نزد قانون جواب میگن. برای این حادثه شما برادرای ما هستین. بعدا گفتنی هم که در محمد اقبال صدرالدین، ای محمد اقبال صدرالدین، تو خائن هستی، میمونی. پدرت خائن بود. سال 1992 جنگ انداختین، باز میخواین با جنگ اندازین. برای همین این نیت ناپاکی تو عملی نمیشود. خیلی برادران، در اخیر گفتنی هم که خداوند صبر تبون.